گروهی از دبیران ویکی‌پدیای تاجیکی برد و باخت 20 سال این پایگاه را بررسی کردند. سال 2004 رسا بعد از 3 سال تأسیس ویکی‌پدیا، گروهی از جوانان تاجیک بخش تاجیکی این دانشنامه آزاد را تأسیس داده بودند. مسئولان بخش تاجیکی ویکی‌پدیا گفتند که اگرچه آنها معلومات‌ها را از دانشنامه انسیکلوپدیای تاجیکی و بعض مخزن‌های علمی گرفته به دانشنامه آزاد می‌گذارند، این کار کافی نبوده است. معلومات‌ها را با زبان تاجیکی از کتاب‌ها با اینترنت جایگیر نکنیم، هیچ کس جایگیر نمی‌کند. از خارج آمده معلومات تاجیکی در ویکی‌پدیا تاجیکی جایگیر نمی‌کنند. برای همین کامل‌تر کردن، پررتر کردن و زیادتر کردن معلومات‌ها درباره تاجیکستان، درباره سمت سیاحی، سمت ورزش باشد، سمت شو بیزنس باشد، این چیز ضرورت کلان دارد. حالا ویکی‌پدیای تاجیکی زیاد از 111,000 مقاله داشته در جهان در جای 70 است. پیشبرد کار این دانشنامه آزاد اساساً رایگان و خیریه‌ای بوده است. کاربران بیشتر این پایگاه مقاله ها را از کتاب ها و مجله و مأخذهای دیگر به ویکی‌پدیا علاوه می کنند. رشد ویکی‌پدیا می تواند به رشد دیگر ساحه های اجتماعی سببگار شود. از ویکی‌پدیا مخصوصا می تواند به طور وسیع و ثمره بخش همه روزه عنوانجویان، محققان، دانشجویان استفاده برند. با گذشت 20 سال از تأسیس ویکی‌پدیای تاجیکی، سر و صداها درباره غلط و کمبودی‌ها در متن و ارقام مقاله‌های این دانشنامه کم نیستند. مدیران این پایگاه این کمبودی‌ها را در کم بودن داوطلبان یا خود رضاکاران می‌دانند. برای این باید که کاربران فعال در همه ویکی‌پدیاها زیاد باشند. مثلا در ویکی‌پدیا انگلیسی قریب که از 130 چند دولت دنیا ویرایش می‌شود. نماینده قریب همه خلق ملت‌ها هست. در ویکی‌پدیا انگلیسی صحو و خطاها خیلی کمتر از ویکی‌پدیا روسی و ترکی و فارسی و دیگر عربی است. مثلا در ویکی‌پدیا عربی که فقط عرب ها ویرایش میکنند، اونا با تکیه به همون چند ادبیات و چند سرچشمه خودشون می نویسند. بخش تاجیکی ویکی‌پدیا هم مثل دیگر بخش‌های آن از طرف داوطلبان ویرایش و تکمیل می شود. هر نفر می تواند در این دانشنامه معلومات علاوه یا خطایی را اصلاح کند. تنها شرط اساسی تکیه کردن به سرچشمه‌های با اعتماد است. مدیران شورای تاجیکی این دانشنامه امیدوارند شماره داوطلبان برای تکمیل و پره کردن آن زیاد می شود. ما باید در ویکی‌پدیا روسی هم فعال باشیم، در ویکی‌پدیا فارسی هم فعال باشیم، در ویکی‌پدیا تاجیکی و در ویکی‌پدیا انگلیسی و نمیسی و ترکی هم. چون هر وقتی که ما از دیگر ویکی‌پدیا ها بخبر میمونیم، دیگر ملت ها همون عقیده ها و همون ذهنیتی که خودشون دارن در ویکی‌پدیا خودشون بار میکنن. چون کسی نیست که ضد آنها یگان واکنش نشان دهد. برای همین هر چی که دلشون خواست همون را در ویکی‌پدیاشون جمع میکنه و بر اساس اون ویکی‌پدیا کسی که پیشتر ویکی‌پدیا ساخت، دیگر ویکی‌پدیا ها بر اساس اون ساخته میشن.